و بعض اینها
معجزه ها امروز انشاءالله برای شما اشاره میکنیم. آن معجزه هایی که همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت با وجودی با برابری وفات کردن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آن معجزه ها همراهی پیغمبر رفت. فقط درباره آن سخن میکنیم که یکی از معجزه های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این زیاد کردن آب بود. در چند قصه ها ثابت شده است که در بعضی جایها برای طهارت پیغمبر آب بود و برای نوشیدن و طهارت کردن دیگرها آب نبود. ثانی وقتی که به پیغمبر خدا شکایت کردند، جناب رسول الله دست مبارک خودشان را به آن ظرف داخل کرد. وقتی که گشته گرفتند آب از انگشتان پیغمبر میریخت. همین گونه آب ریختن میگرفت، مردم طهارت میکردند. برای همه کفایت میکرد. وقتی که در روز صلح حدیبیه نیز در نزد پیغمبر کمی کلچه بود و پیغمبر خدا از آن طهارت کردند، مردم گفتند که یا رسول الله برای ما آب نیست، نه برای طهارت کردن نه برای نوشیدن. پیغمبر خدا دست و آب در آوردن و ساده وقتی که گرفتند از بین انگشتانشان آب مانند چشم فواره میزد. همه آنها طهارت کردند و همه آنها برای خود ذخیره کردند. پرسیدند که چند نفر بوده؟ گفتند که اگر 100,000 نفر میبودیم کفایت میکردیم. ما 1500 نفر بودیم. 1500 نفر بودیم، لیکن اگر 100,000 نفر باشیم کفایت میکردیم. این معجزه است. زیرا از دیگران ثابت نمیشود. این را دیده شخصانی به ایمان باید ایمان بیارند و شخصانی که ایمان آوردن گرچه ایمان آنها باید به پیغمبری حضرت پیغمبر زیاد شد. آنها دیده بودن واجب شد. بنابراین ایمانی با قوت‌ترین دلیل دنیا ایمان پیغمبر صحابگان پیغمبر بود. زیرا می‌دیدند با چشمشان معجزه‌ها. همین گونه زیاد کردن طعام یکی از معجزه‌های پیغمبر خدا بود. حضرت ابوطلحه میگوید رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ضعیفا اعرف فیه الجوع. پیغمبر خدا را ضعیف دیدم، دانستم که پیغمبر خدا گرسنه هستند. ثانی به همسرم ام سلیم گفتم که طعام آماده کن. او یک طعام آماده کرد که و خود پیغمبر خدا میرسید بس. حضرت انس که پیسه ام سلیم بود فرستادم، گفتم بدو پیغمبر خدا را آگاه بکن تا اینکه بیایم خودشون تنها آمده طعام بخورد. وقتی که این خبر حضرت انس به نزد پیغمبر خدا رفتن، پیغمبر خدا گفتن که ارسلک ابوطلحه، تو ابوطلحه فرستادی؟ گفت آره، برای طعام را دعوت کرد. گفتن آره. اینم معجزه پیغمبر است. نه آمده این سحر نیست، بلکه خداوند عزوجل برای پیغمبر می‌داند که این معجزه است. ثانی پیغمبر خدا تمام انسان‌هایی که همراهشان بود همین را گرفتند. وقتی که ابوطلحه این واقعه را دید و ترس آمد، زیرا برای یک نفر طعام دارد و نزد همسرش ام سلیم درآمد، گفت این پیغمبر خدا مردم زیاد آوردند. ام سلیم گفت که الله و رسوله اعلم. اکنون این سوال من جواب داده نمیدونم چیکار کنم. الله تعالی پیغمبرش نماند، از پیغمبر بپرس. ثانی ابوطلحه برآمد پیغمبر خدا را گفت یا رسول الله طعام ما فقط برای شما کفایت است. پیغمبر خدا در آمدن، گفتن دیگ را آوردن و یعنی که سرپوش دیگ بر بالای دیگ می ایستاد. پیغمبر خدا گفتن ابدن بعشره، 10 نفر امام میگو درآید. 10 نفر می درآمد، سرپوش رو نگشوده از داخل دیگ طعام رو میکشیدند برای 10 نفر. سیر شدن برآمدن میگفتن ابدن بعشره، 10 نفر دیگر ما درآید. همین گونه همه آنها سیر شده برآمدن و کانوا 80، آنها 80 نفر بودند. نه که شده فقط از درونش میگفتن ندیده، همین خیلی دادن میگفتن طعام زیاد میشد. این یکی از این صحابه ها میدیدن در حیرت میگذاشت. ایمانشان برای پیغمبری حضرت قوی میشد و مردم را در اونایی که از این واقعه باخبر میشدند به دین مقدس اسلام میدادند. زیرا برادران عزیز پیغمبر خدا روزی که دین مقدس اسلام برای شما یک نفر
ثانی برآمد مردم رو دعوت کردن، روز از روز زیاد شد. اگر این دینی باطل میشد از کجا به این عدد زیاد رسیده می‌آمد؟ امروز 1433 سال شد برای هجرت جناب رسول الله، 1423 سال پیغمبر خدا گذشتند، لیکن دین پیغمبر در تمام گوشه کنار دنیا، در تمام گوشه کنار دنیا از آن آوازش شنیده می‌شود. در تمام دنیا مسجد مسلمان‌ها هست. همه این دلالت به حق بودن معجزه‌های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌کند. یکی از معجزه‌های پیغمبر خدا این قبول شدن دعاها است. اگر قبول شدن دعاهای پیغمبر را بگوییم یک موضوع خاص است که چند قصه‌های پیغمبر خدا دعا کردند و دعایشان الحال قبول شد، این واقعا وقت بسیار می‌گیرد و صحبت علاقه را تقاضا می‌کند. و همزمان یکی از معجزه‌های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این دو قسم کردن ماهتاب است. وقتی که مشرکان مکه به نزد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند، گفتند که ما ایمان نمی‌آوریم به پیغمبری تو تا اینکه یک علامتی ظاهر و نمایان برای ما نشان دهی. پیغمبر خدا گفتند خب چیکار کنم؟ گفتند همین ماه را که در شب بدر است، در شب 14 شبگی هست، مکمل که ماه بدر می‌شود و پررو می‌شود، ماه دو کفان کنند، ماه به دو گروه تقسیم شود. پیغمبر خدا پروردگار را اینها از من همین گونه طلب کرده استادند، ماه را دو کفان کنند و با انگشتشان ماه را یک خطی کشیدند بین ماه که ماه بین دو کوه ابی قبیس و کوه قعنقاع دو تقسیم شد. هم با چشمشان دیدند، آنهایی که طلب کرده بودند که اگر ما دو قسم کنید ما به پیغمبری تو ایمان میاریم گفته بودند، آنها گفتند که سحر مستمر، سحری کردن با قوت، سحری بردوام، سحری بسیار با قوت کرد محمد. و دیگرها گفتند که نه، محمد نمیتواند چشم ما را سحر کند. بیایید که مسافرها رو بپرسیم. اگر مسافرها بعد چند روزهای یا ماه‌های رسیده آیند، آنها رو بپرسیم که عیناً در شب 14 ماه آنها دیدند که ماه دو قسم شد. وقتی که مسافرها از تمام گوشه و کنار دنیا به مکه می آمدند، مکگی‌ها مشرک‌ها می‌پرسیدند، مسافرها می‌گفتند که بله ما شاهد شدیم که ماه در شب 14 به دو قسم تقسیم شد، عیناً به چشم همه دیده شد. آنها گشتند از این باز استادن ایمان آوردن، آنهایی که طلب کرده بودند، لیکن آنهایی که نمی‌دیدند ایمان آوردند، زیرا این واقعاً یکی از معجزه‌های بزرگ پیغمبر خدا بود. حتی الله تعالی سوره را به نام سوره قمر نامگذاری کرد. در اولین آیتش گفت اقتربت الساعة و انشق القمر، قیامت نزدیک شد و ماه دو قسم شد. یکی از نشانه‌ها و علامت‌های نزدیک شدن قیامت این دو قسم شدن ماه است که 1400 سال زیادتر پیش از این در شب 14 ماه دو کفان شده بود، دو قسم شده بود. این را تمام مردم دنیا دیدند، در تاریخ‌ها ثبت شد. آنهایی که ایمان آوردند ایمان آوردند. و انشق القمر، ماهتاب به دو قسم تقسیم شد، لیکن آنهایی که به یگانگی پروردگار ایمان آوردند دیگر سرکشی کردند. آنها معجزه را می‌دیدند، لیکن برای چه همه انسان‌ها قبول نمی‌کنند؟ برای آنکه بعضی انسان‌ها غرور نفس و غرور بعض غرورهای نادرستی که داشتن منع می‌کرد. خدا میگه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعنوا. آنها به یگانگی خدا و پیغمبر ایمان داشتند در قرارت قلبشان. وجحدوا بها، بازآوردشان انکار کردند. واستيقنتها انفسهم، در قرارت قلبشان علیم می‌دانستند این پیغمبر حق است، این دین حق است، می‌دانستند، فقط ظاهرا انکار می‌کردند. الله تعالی در قرآن کریم بیان کرد. خلاص این بود یکی از معجزه‌های جناب پیغمبر خدا حضرت محمد علیه السلام.
یکی از معجزه های جناب رسول الله این بود که سنگ در نزد پیغمبر خدا تسبیح میگفت. در کتاب های سنن آمده است که سنگ در نزد پیغمبر سبحان الله گفته تسبیح گفت. و در دیگر جا آمده است که پیغمبر خدا وقتی که مشرکان مکه روز پیغمبر خدا را خونشا کردند، پیغمبر خدا را تکوب کردند، خیلی غمگین بودند که جبرائیل نازل شد، گفت که ای محمد آیا علامتی را برای حق بودن دین تو و برای پیروز شدن دین تو نشان ندهم؟ پیغمبر خدا آره نشان داد. گفتن که اون درختی که در ساحل بحر ایستاده است دیدی؟ آره. گفتن اون رو دعوت کن به نزدت میآید. پیغمبر خدا درخت رو گفته اینجا بیا، درخت به نزد پیغمبر آمد. سامانی جبریل گفتن که درخت رو بیو که گشته به جاش رفت. گفتن جای خدا برا و جای خودش رفت. یه روز یک اعرابی